به مدیتیشن امروز خوش اومدی. چشمهایت را ببند، خودت را شل و رها کن. در این تمرین قصد دارم عضلات ذهن شما را تقویت کنم. آرام نفس بکش. بگذار هوا آرام در بینی و ریه هایت جاری بشه. با هر تنفس احساس آرامش و آسایش بیشتری کن. یادت باشد که تصور درست یا غلط وجود نداره. هر تصویری که در ذهنت ایجاد شد صحیح است. بنابراین با این تمرین به آنچه می‌خواهی فکر کن و قدرت تجسم خود را افزایش بده. حالا 3 بار تکرار کن. من تصاویری روشن و واضح خلق می‌کنم. من تصاویری روشن و واضح خلق می‌کنم. من تصاویری روشن و واضح خلق می‌کنم. به یک خط فکر کن. خط را هر جا که دوست داری تصور کن. آن را هر جا که راحت تر هستی تصور کن. شکل و حالتش را عوض کن. رنگش را تغییر بده. رنگ آن را قرمز کن. حالا رنگ آن را سبز کن. رنگ آبی به آن بزن. حالا به یک مربع فکر کن. آن را در هر کجای ذهنت که دوست داری تصور کن. رنگ مربع را عوض کن. اندازه‌اش را کوچک کن. آن را هر جا که دوست داری تصور کن. آن را به رنگ نارنجی ببین. حالا رنگ قرمز را به آن اضافه کن. یا آن را به رنگ سیب زرد تصور کن. حالا آن را مثل آسمان آبی کن. حالا یک دایره فرض کن. دایره را 3 بعدی کن. آن را به صورت توپ یا کره در بیاور. رنگ آبی را روی همه جای آن بپاش. کره را در ذهنت بچرخان. در فضا بچرخان. انگار داری از یک سیاره دیگه به زمین نگاه می‌کنی. حالا به زمین برگرد. تصور کن در یک جنگل سردسیری هستی. زمستان است. روی برف‌ها قدم می‌زنی. به زیر پاهایت نگاه کن. برف را زیر پایت می‌بینی. خم شو و مشتی برف بردار. دانه‌های برف را بشمار. هوایی را که از دهانت خارج می شود ببین. دستت سرد شده. برف همه جا را فرا گرفته. همه جا سفید شده. حالا بگذار این تصویر محو شود. تصور کن در یک جنگل گرمسیری هستی. خودت را در کنار ساحلی گرمسیری تصور کن. به بالا نگاه کن. آسمان آبی را می‌بینی. لکه های ابر در آسمان پیداست. خورشید درخشان و گرم پرقدرت به تو میتابد. گرمای خورشید را
روی پوست صورتت احساس می‌کنی. حالا آرام قدم بزن. کفش‌هایت را درآور و روی ماسه ها قدم بزن. ماسه های زیر پایت گرم هستند. گرمای دانه ها را احساس می کنی. خم شو. مشتی ماسه بردار و آنها را بشمار. گرمای دانه ها را احساس می کنی. به صدای امواج دریا فکر کن. آنها را تصور کن. صدای امواج را می شنوی. صدا همه جا پر شده. به ساحل نگاه کن. امواج دریا را می بینی که آرام به ساحل نزدیک می شود. صدای برخورد امواج را به ساحل می شنوی. به جلوی پایت فکر کن. آب تا نزدیکی پایت می آید و آرام داخل ماسه های کنار ساحل فرو می رود. روی ماسه های نرم قدم بزن. احساس خنکی می کنی. احساس می کنی که کف پایت خیس شده. موجی به سمت ساحل می آید. به سمت شما می آید. موج تا مچ پای شما را می پوشاند. شما به آب نگاه می کنید که تا مچ پایت را پوشانده. آب کم کم به ساحل برمی گردد. دوباره ماسه ها فرو می رود. مقداری از ماسه ها روی پایت جا مانده است. ماسه ها لای انگشت های پایت جا مانده. آرام روی قسمت های ماسه های مرطوب ساحل دریا قدم میزنی. ماسه ها نرم است. احساس خوشایندی می کنی. حس بسیار دوست داشتنی و خوشایند. حالا این تصویر هم محو می شود. تصور کنید درون اتاقی هستید. اتاقی که در کودکی داشتید. زمانی که خیلی شاد بودید. به اتاق فکر کنید. آن را به تصویر بکشید. همه چیز آن را ببینید. همه جای آن را ببینید. اتاقی که درون آن تجربه های بسیار خوشایندی داشتید. به صدایی که داخل آن هست توجه کنید. ببین چه صدایی میشنوی. تصور کن همان کاری را انجام میدهی که دوران کودکی انجام میدادی. حالا بگذار این تصویر هم محو شود. تصور کن بوی قهوه آسیاب شده می آید. به اطراف نگاه کن. بو بیشتر شده. استکان قهوه را می بینی. به سمت استکان می روی. آن را بر می داری. آن را می نوشی. بو را کاملا احساس می کنی. حالا آن را مزه کن. مزه آن را در دهان احساس می کنی. مزه آن را کاملا احساس می کنی. در کنار استکان قهوه بشقابی که غذای مورد علاقه در آن است قرار دارد. غذا گرم و کاملا تازه است. به سوی غذا خم می شوی. بوی غذا را احساس می کنی. کمی از آن را می چشی. غذا را می جوی. توجه کن وقتی غذا را می جوی
چه احساسی در دهانت داری؟ وقتی غذا را خوردی چه احساسی در گلو داری؟ حالا این تصویر ذهنی را نیز محو کن. تصور کن بر سر دوراهی قرار داری. همراه دوستی هستی. به او نگاه می‌کنی، او را می‌بینی. او را واضح‌تر و روشن‌تر می‌بینی. لحظه‌ای مکث می‌کنی. روز قشنگی است. به آسمان نگاه می‌کنی. با دوستت حرف می‌زنی. حرف زدنتان خیلی واضح و روشن است. صدای خودتان را میشنوی. صدای دوستت را میشنوی. به گفتگویتان توجه کن. به راه توجه کن. به آسمان نگاه کن. اجازه بده این تصویر ذهنی هم محو شود. حال به یکی از روزهای زندگیت فکر کن که بسیار خوشحال بودی. به آن روز فکر کن. تصور کن آن روز دوباره تکرار میشه. به جایی که هستی فکر کن. به آن روز قشنگ فکر کن. احساس کن که آن روز با تمام کیفیت دوباره تکرار می شود. توجه کن که چگونه نشسته یا ایستاده بودی. چه لباسی پوشیده بودی؟ چه می گفتی؟ به کاری که انجام می دادی فکر کن. تصور کن دوباره داری آن کار را انجام می دهی. دوباره در حال انجام آن کار هستی. به حس زیبایی که در تو وجود داره فکر کن. به صورت و حس زیبای درونت فکر کن. به بدن و حس زیبای درونت فکر کن. احساس کن این حس زیبا و آرامش بخش فضا را پر می کند. به هر طرف که نگاه می کنی پر از حس زیبا و آرامش است. هر بار که نفس می کشی این حس زیبا به درونت می رود و درونت را پر از حس زیبا و دوست داشتنی می کند. حالا به فضای اتاق فکر کن. به بدنت فکر کن. چشمهایت را بلافاصله باز نکن. بگذار بدنت آرام آرام سبک شود. آرام هوشیاریت را به اتاق برگردان. حالا همراه با لبخند و حس خوشایند آخرین تجربه لبخند بزن و چشمهایت را باز کن.